والله پاک نامه فرید بلوچ از شهرستان سراوان. امید کنم که الله پاک تمام واجهان صحت و سلامت بکن و هیچ گونه سختی و سوری مگنده. در مورد سیمتار کنه که سرود این توضیح دم چون که سیمتار کنه ادامه که اول شیطاندار بر توضیح داد. شیطاندار باید راست بر ببین. اولی ټیپو پنچمی ششمی چهارمی سومی دومی اولی زدک بوریتش بعد راست بر ببین. سرود اینگو برعکسی داره به حالا و یک چاقوی شروع کنه تا بر نولا سیمتار کنه ادامه سیمتار کنه هنچو که ارزن کو ایده پیچ بسته این پیچ خب این سیم گفتیم باید از ده تا تاج سرود یک وجب نباید گشتیم اگر بالاتر بود سازی عیاره پس سیم گره بیاله سیم گره دوره ایشیه پیچه بیاله تی پیچه ایده که پیچی تی پس یعنی ایدانی تشیی کنه غلابی کنه خب غلابش کرد نو الان ما اولی چه سیمی رو بسته دومی ما هم از چی را بنده کنم این دومی پیچ هم یواش یواش ما در کنه بیالت نو این سیم ما یاره از ده چی را از چی را ای پیچ ٹیپ یاره از چی را یاره از ده رده کنه خب ردین کرد طریقه جه سریر کجای رو خب ایده کی آورد پدا مجدد از این سوراخ رده کنه ایده بیالت البته آینه که تنیم سیمتار نکرده یا کمو که اذیت بند بچه که سیم گوازینه یا کمو که مشکل ho پدا مجدد زدنی یاره بیالت این قسمت ردی کنه ایده یک کمو که سیم کشین اگه باز جیک مبکوده پدا تا جیک که بود پدا مجدد از دست سوراخی ایده نگوازینه ایده گوازین سیم واج باش چوک رده کنی که سیم که ایده گیر مکن اگر گیر بکن تا ای جایی که پیچ مثلا رو بعد پیچ تا آخر برو پیچ که تا آخر را پدا ایده همه دست بیالت داره یا گو یک چیزه چاقوی چیزه نون پیچه بیالتی پیچه پیچینی که پیچ ما دیگه سیم ما گره ما و دیگه او ده تاب مزوره دار پدا سرود نو که سیمتارا تنیوادی نو کو پیچان سبتن کارج نکرتا احتیاط کنین دوستان که یک وقت خب شر نماز ده رد کنی از شیر پیچ خب از شیر پیچین که رد کرد نو یارین سر جاوتی ادامه ای جاگه ایشی جاوتی و ایشی ماله اولی که لابسیمو ادامه شرم در کنه ادا یارین سر جاوتی خب ای دو دانه پس سیمی ما هم به همه حالت تابی کنه دوری پیچه واجه شو یعنی اما سری که آزادو گونیدگیری پی پیچه دیگه ایده اگر ایده جک بود به حالت یا چاقوی یک چیزی زورید این جکی را پیچی چو آخری و دست شما را زخمی مکن پس ته پیچی کنید به حالت غلابی کنید به حالت غلاب بگن نو این سیمی مایو سیمی سرایو پس سیمتار کنک ته سرود سگ مهم بو یعنی سه کنک ته سیمتار کنک
نه سیمانش زاب ببین، نه سیمانش سرمسر ببین، نه گیل پا گیل ببین. پدا مجدد ایدی یارینو بیاله کشینی یک ذره ایجاگا سکتی که چه کشینی که درمه، یعنی عدا بس شو قولابی کنه که درمه. پدا سیم گریم ایده بیاله وجه شوف ردی کنه. پچی رده کنه بخاطری چه سیم ایده گیر مکا. اگر سیم گیر بکا ایده گوڑ سیم سدید گرینه و تاب زورید، تاب که زورید گوڑ سنو